خودم که نه، ولی یکی از دوستان ازش پرسیده بودن که دوست پسر داری، بعد گفته بوده نه، بعد گفتن که دوستت داره، گفتن نه، اگه داشته باشه چی؟ دوست منم زرنگی کرده آماده بوده، گفته که امر به معروف و نهی از منکرش میکنن. بهم گفتن روز قدس نهار چی خوردی؟ من داشتم فکر میکردم قیمه خوردم، قرمه خوردم و یادم افتاد که دیر از خواب بیدار شدم، صبح و نهار رو یکی کردم و گفت احمق روز قدس ما رمضون. پسره برگشت گفت چجوری نماز قضاتو رو میخونی؟ گفتم خب اگه زخمی باشم و پام درد کنه نشسته، اگه سالم باشم وای میستم میخونم. این گفت نه، بعد زیر مهر کاربون بذاری و میخونی، اون یکی ها هم که قضا شده حساب شد. یعنی چی؟ شوخی کردم. اگه تو دانشگاه باشی مانتوت پاره بشه چی کار میکنی؟ منم گفتم دنبال نقل و سوزن میگردم. پرسیدن مسجد میری؟ گفتم نه. طرف گفت که چرا مسجد نمیری؟ گفتم آخه میرم مغازه بابام بره مسجد. ببین پرتاب 3 امتیازی بود.